دوستان وقتتون بخیر. عمده ترین دلیل روغن کم کردن تو موتور F7 میتونه خرابی سایکلون مربوط به این موتور باشه. تو موتور F7 یه دونه قطعه داریم به اسم سایکلون، بخارات روغن رو تبدیل به روغن میکنه و دوباره برمیگردونه داخل موتور. خرابی این قطعه باعث میشه بخارات روغن از ناحیه مانیتور خارج بشه و ماشین روغن سوزی یا دود آبی داشته باشه از اگزوست که باعث کم شدن روغن موتور میشه. این ماشین هم دود آبی داشت با کم شدن روغن. تست سلامت سایکلون هم به این صورته که در با روغن که باز میکنید باید این صدای مکش رو داشته باشه. صدای مکشی که میاد نشون میده که سایکلون ماشین الان سالم. البته سایکلون تعویض شد با سایکلون خودش، سایکلون شوهرش تعویض کردیم. این مکش نشون میده که سایکلون این ماشین الان سالم و سلامته. سایکلون ماشینتون رو میتونید اینطوری تست بگیرید که سالمه یا نه. در صورتی هم که خراب باشه بتونید با قطعه اصلی تعویض کنید این قطعه رو.